آخوندا ابن سینا رو شیخ الرئیس صدا میزنن، ولی هیچ وقت بهت نمیگن اون در آثارش درباره بدن و لذت جنسی نوشته بود. اون جسارت داشت بنویسه میل زنانه حقیقتی طبیعیه، قدرت جنسی مرد بخشی از سلامت بدنه و شهوت همسنگ عقل یک نیروی آفریننده است و هر کسی اون رو انکار کنه یا نادانه یا ریاکار. این کلمات در قرن 4 هجری زلزله بود، چون تمام دستگاه فقه روی یک دروغ بنا شده، اینکه بدن منبع گناهه و لذت باید زندانی بشه. ابن سینا این زندان رو شکست، گفت عقل و شهوت هر دو بخشی از یک حقیقتند و همین اون رو به دشمن شماره 1 فقه تبدیل کرده بود. عزیزان، ابن سینا فقط یک پزشک نابغه و نویسنده قانون در طب نبود. اون فیلسوفی بنیادین بود، کسی که جهان رو قدیم میدونست، عقل رو مستقل از شریعت میدید و حقیقت رو بزرگتر از هر حدیثی میفهمید. همین فلسفه و همین جسارت بود که فقهان رو به وحشت انداخته بود. اونو تکفیر کردن، آثارش رو سوزوندن، ممنوع کردن و سالها سعی کردن اونو از تاریخ حذف کنند. اینجاست که ریاکاری برهنه میشه. فقهی که قرنها نام ابن سینا رو لعنت میکرد، امروز در جمهوری اسلامی عکسش رو قاب میکنه تا وانمود کنه که اسلام صاحب فلسفه است، در حالی که اسلام همون فلسفه رو زنده زنده دفن کرده بود. این اسمش واضحه، مصادره. جمهوری اسلامی از ابن سینا یک چهره دانشمند مسلمان ساخت، اما حقیقت اینه که اون دشمن شریعت بود و هر بار که آخوند اسمش رو بر زبان میاره، اعتراف بینه که اسلام چه اندازه دستش خالیه و حتی برای زنده موندن باید به فیلسوفی تکیه کنه که خودشون روزی تکفیرش کرده بودن. و این یعنی فلسفه همیشه در پی حقیقت بوده و فقه همچنان برده گورستان ها.